بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام، ما رسیده بودیم بر قلب میت. قلب میت در نقطه مقابل قلب زنده قرار دارد. منظور از قلب زنده و قلب مرده در اینجا مرگ و زندگی به معنای اصطلاحی نیست، بلکه منظور از زنده بودن قلب هوشیاری و حق پذیری و پاکی، و منظور از مرگ ضد آن است. قلب مرده قلبی است که دارای حیات به معنای واقعی آن نیست. خداوند خویش را نمی شناسد. اوامر یعنی فرموده های او را اطاعت نمی کند و در پی کسب رضایت او نیست، یعنی از پی رضا کردن خداوند از خود نیست، بلکه با شهوت ها و هوس های خویش همراه شده و به اینکه آن هوس ها موجب خشم و عذاب خداوند می شوند اهمیت نمی دهد. هدف او تنها رسیدن به اهداف گناه آلود خویش است و رضایت و خشم خداوند برای او مهم نیست. صاحب قلب میت یعنی قلب مرده همه محبت، خشیت، رضایت، خشم و احساس عظمت را به غیر خداوند اختصاص داده و از دیگران اطاعت و فرمان برداری می کند، یعنی برای رضای دیگر کس از مخلوقها و خشم دیگر کس و احساس عظمت و بزرگی نسبت دیگر کس فرمان برداری می کند از مخلوقها. اگر چیزی را دوست بدارد و یا چیزی را خشمگین باشد، ببخشد و یا از بذل و بخشش خودداری کند، همه آنها را که در راستای هوا و هوسهای خویش است انجام می دهد. او آنچه را که در اختیار دارد بر عبادت و محبت پروردگار خویش ترجیح داده است، یعنی هر چیزی که در اختیار او هست از محبت پروردگار اونا بالاتر می داند. امام او هوا و هوس و راهنمای او جهالت و مرکبش غفلت است. همه توان فکری خود را برای کسب اهداف دنیوی به کار گرفته و سرمستی و هواپرستی و عشق به دنیای زودگذر سراپای او را فرا گرفته و بانگ بازگشت به اطاعت خداوند و تهیه توشه آخرت را از مکان دوردست می شنود. به نصیحت ناصحان گوش فرا نمی دهد، به شفقت مشفقان اهمیت نمی دهد و از هر ابلیس پیدا و پنهانی اطاعت می نماید. تنها مسائل مادی و دنیوی است که خشم و یا خوشنودی او را برمی انگیزد و گوش او از شنیدن حق و حقیقت کر و برای شنیدن باطل باز است. همراهی با صاحب این چنین قلب همه اش بیماری و ناهنجاری و معاشرت با او سم کشنده یعنی زهر کشنده و مایه خاری و همنشینی با او به معنای مرگ و نابودی است. بعد از این میآید قلب بیمار که در درس آینده انشاءالله با شما میخوانیم.